در راهی وطن مردن، در عصبی مردن، این کفر است و کافر است و عاقبتش نار جهنم است. بارک الله فیک. این مولا مثلا آمده در این ویدیو میگه که از وطن دفاع کردن شما را به جهنم میبره، کفر است. خب شما خودتان منطقتان را در کار بندازین. شما در خانه تان فکر کنین نشستین، وارد خانه تان یک کسی میشه با اسلحه میخواه که به ناموستان دست دراز کنه، خودتان را بکشه، فرزندایتان را بکشه و خانه تان را دزدی کنه. وظیفه شما چی است؟ شما باید از خانه تان، از ارزشایتان دفاع کنین یا بگین نه 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 نه، دفاع کردن از سرزمین حرام است، من جهنم میرم، من دوزخ میرم. باز چیزی که پیامبر گفته او را نمیگه، او را به عربی میگه. پیامبر خدا گفته اگر به خاطر نژاد، به خاطر قوم، به خاطر ملت، به خاطر زبان با دیگران جنگ کنین، دیگران را بکشین، این حرام است. که ایره من اسلام صدیقی هم میگه حرام است. بله اشتباه است. حرام به معنای اشتباه، به معنای از این که من است، اجازه نیست. بله من هم میگم اشتباه است. هیچ کس اجازه نداره که بره به خاطر زبان، به خاطر ملت، به خاطر فرهنگ، به خاطر تاریخ دیگران را بکشه، با دیگران دعوا کنه، جنگ کنه. اما وقتی اینا میگن که از کشور دفاع کردن اشتباه است، کشور یعنی چی؟ در اون کشور انسان ها زندگی میکنن که موجودات و هست شده خداوند هستند. مهم نیست مسلمان، کافر، یهود، نصارا، هر چیزی که باشه، در اون کشور، هر کشوری که هست، انسان ها زندگی میکنن. در اون کشور حیوانات هست، در اون کشور نباتات است. درست است؟ پس کجای دفاع کردن از یک کشور شما را به جهنم میبره؟ حرام است. کجایش؟ چرا باید حرام باشه؟ چرا باید شما را دفاع کردن از کشور جهنم ببره؟ چرا؟ این منطق نشد. پس یک کسی که مسلمان نیست، بالای خانهش یک کسی میگه که خانمش بگیره، فرزندش بگیره، آیا او اجازه نداره که از خانه خود، از فرزند خود، از خانم خود دفاع کنه؟ چون کافر است؟ چون مسلمان نیست و دفاع کردنش، جنگ کردنش به خاطر اسلام نیست؟ این کجا از این منطق است؟ چرا نمیفهمین که تمام انسانهایی که در روی زمین است هست شده خداوند است؟ خداوند انسانها را هست کرده. اگر خداوند انسانهایی را که مسلمان نیست دوست نمی داشت، چرا اینا را زنده نگه داشته؟ پس چرا زنده نگه داشته؟ چرا این همه نفرت دارین بر ضد کسایی که مسلمان نیست؟ اینا بندگان خدا هستند. اینا هست شده پروردگار هستند. اینها هم خداوند دوست داره و خداوند میخواد که اینا هدایت شوند. خداوند وقتی پیامبر آخر خود را بر روی زمین فرستاد، گفت تو رحمت للعالمین هستی یا محمد، تو رحمت هستی برای تمام انسانها، برای تمام کائنات. رحمت للعالمین، نگفت رحمت للمسلمین. گفت یا محمد ما تو را به خاطر هیچ چیز دیگه نفرستادیم مگر برای رحمت برای تمام عالم، برای تمام هستی. عالم، تمام عالم یعنی چی؟ تمام عالم یعنی مسلمان، یعنی یهود، یعنی نصارا، یعنی بیدین، یعنی آتیست، یعنی اگناستیک، یعنی نباتات، یعنی حیوانات.
شما فکر میکنین که سنگ و چوب و اینایی که بیجان و بیزبان هستن، ما در مقابل از اینا، در قبال از اینا مسئولیت نداریم؟ مسئولیت داریم. مسئولیت داریم. بدترین انسان ها میتونه که بهترین انسان ها شود. هدایت در دست پروردگار است. راه درست را اختیار کنین تاجیکای عزیز. یگان هدف شخصی نداره اسلام صدیقی. مرا برای ملت خود آرزوی سربلندی، آرزوی پیشرفت، آرزوی درستی میکنم. میخوایم که ملت خود را در بلندترین قله های زندگی ببینم. میخوایم ملت خود را در بهترین جایگاه ببینم. میخوایم که ملت ما بهترین الگو برای دیگران باشند. بهترین نمونه اخلاق، ادب، گفتار، خداپرستی، انسان دوستی، خیراندیشی، برادری، رفاقت، همکار بودن، فرزند بودن، خانواده بودن، بهترین نمونه ها ملت ما باشه. با دنبال این ملاها رفتن شما چی حاصل میکنین؟ چی حاصل میکنین؟ خب شما فکر کنین اسلام صدیقی را امروز در اینستاگرام برش پیام فرستادین که مادرتی رقم، خواهرتی رقم، سرت را میبریم، تو کافر هستی، تو نجس هستی، توی هستی. چی فایده؟ چی فایده که برای من این همه فاش دادین؟ ما به فکر فاش نیستم. من میدانم که راه حق، راه درست، راه دشوار است. میدانم و میدانستم که هست انسانهایی که به خانواده انسانهای دیگر توهین میکنن، بسیار به سادگی. من به خانواده هیچ کس، به هیچ کسی، بدترین دشمنم که باشه، به خانواده و به ناموس و به ارزش و به شخص هیچ کس توهین نمیکنم. مادر و ناموس هر انسان مادر و ناموس من هست. از هر زبان و از هر جای و از هر کشور و از هر دین و از هر آیینی که باشه، اونا بندگان خداوند هستن. اما شمایی که به این سادگی به خانواده ما فاش میگین، به مادر عزیز و دوست داشتنی ما که در زندگی نیست، در حیات نیست، فاش میگین و بعد شما میگین که شما مسلمان هستین و بعد شما از این ملاها دفاع میکنین. پس چرا این مسلمانی، این دینی که تو نامش اسلام گذاشتی، چرا تو را انسان نساخته؟ چرا؟ برای چی؟ تا یک وقتی را من فکر میکردم که تنها مسلمان ها امت پیامبر آخر خدا هستند، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. اما بسیار اشتباه فکر کرده بودم. تمام انسان هایی که چی در زمان پیامبر خدا بودن، چی بعد از پیامبر خدا آمدن و تا وقتی که دنیا از بیان، اونا همگیشان امت پیامبر خدا هستند. یعنی مردم پیامبر خدا هستند، چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان باشه. چون پیامبر خدا تنها برای مسلمان ها فرستاده نشد. به هر مردم و به هر منطقه خاص خداوند یک پیامبر فرستاد برای معلومات، برای آگاهیشان. و پیامبر آخر خدا به تمام انسانهای روی زمین فرستاد. پس ای که ما میگیم که تنها مسلمان ها امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، اشتباه است، غلط است. تمام انسان ها امتش هستن. ای که اونا قبول دارن یا ندارن او بحث جداگانه است، او مشکل خودشان است. اما همه انسان های روی زمین امت پیامبر آخر روی زمین است. ملاها دارن ما را گمراه می سازن. ملاها دارن ما را استفاده میکنن.
در یک جامعه که این همه ملا هست، در خراسان چرا این همه زنا است؟ چرا این همه دروغ است؟ چرا این همه بی‌عدالتی است؟ چرا این همه ظلم و شکنجه است؟ چرا با طفل 5 ساله بالای طفل 5 ساله تجاوز میشه؟ این ملاها خاموش هستند. چرا لشکرکشی نمیکنن؟ چرا نفر جمع نمیکنن؟ چرا حرکت نمیکنن؟ استادگی نمیکنن؟ از حقی طفل معصوم دفاع نمیکنن؟ در یک جامعه که این همه ملا زیاده است، از خدا و رسول از اسلام حرف میزنن، چرا این همه گرسنگی زیاد است؟ چرا این همه بی‌عدالتی زیاد است؟ ادب در میان چرا بچه بازی است؟ چرا بچه را میرقصانند؟ اینا کجا هستن این ملا؟ اگر اینا واقعا ملایی که واقعا ملا هستن دانشمند می بودن و به فکر خدا و به فکر دین و به فکر انسان ها می بودن، با بودن 5 دانه از اینا باید هر جامعه، هر محیط، هر کشور گل و گلزار می بود، آباد می بود. چرا نیست؟ چقدر مکتب اینا ایجاد کردن؟ نکردن. چقدر دانشگاه اینا ساختن؟ نساختن. بسیاری از اینا میگه درس خواندن حرام است. میگه کتاب چرا میخوانن؟ چرا ساینس میخوانن؟ چرا کیمیا میخوانن؟ چرا فیزیک میخوانن؟ این چیزا حرام است. بهترین کتاب قرآن است. در حالی که همون قرآن از ایمشان بر ما میگه که بخوانن، یاد بگیرن، تحقیق کنن، تجسس کنن، کنجکاو باشن. قرآن میگه بر ما برین، میگه به ستاره ها حتی برسن، به ستاره ها، با کائنات برسن. این قرآن میگه. اما این ملا چی میگه؟ میگه نخوانن، حرام است، نخوانن. و یک تعداد تاجیکا دنبال از اینا میره. شرم است براتون، شرم است براتون، افسوس است براتون. من دنبال از اینا نمیرم. شما میتونین که دنبال هر کسی خواسته باشین برین. من دنبال از اینا نمیرم. بگذارین که یک شعر بخوانم به می کسایی که دیدگاه افراطی دارن، دیدگاه پر از نفرت دارن، پر از وحشت دارن. برای از اینا یک شعر بخوانیم. امکان داره رویشان، روی فکرشان، روی اندیششان کمی تاثیر کنه. امکان داره، البته مطمئن نیستم، فقط امکان داره. برنامه را دوستای عزیز، تاجیکای عزیز بفرستین. پول مصرف نداره. بفرستین که دیگه تاجیکا هم با ما وصل شون. دیگه هم ملتی های ما هم با ما وصل شون، با ما بپیوندن. بازم میگم امکان داره که در جمع ما، در جمع کسایی که صدای مرا میشنون، کسایی باشه که با همه گفتار و فکر و اندیشه من هم نظر نباشن. من برتون احترام قائل هستم، اما دیدگاه من این است که بیاین که خیر تفاوت‌های خود را کنار بگذاریم. بعضی وقتا انسان‌ها تفاوت دارن از همدیگر، اما بیاین که روی مشترکات جمع شویم، روی مشترکات در کنار یکدیگر بیستیم. مشترکات ما چی است؟ ملت ما، زبان پارسی ما، تاریخ مشترک ما، فرهنگ درست مشترک ما. شاید بعضی چیزایی در تاریخ ما بوده که اشتباه بوده، درست نبوده، ما اونا رو رد میکنیم. ما به صفت یک تاجیک اگر اشتباهاتی در تاریخ ما بوده، جای ظلم کردیم، جای بی‌عدالتی صورت گرفته، جای حق انسان‌ها تلف شده در تاریخ ما، جای بالای دیگه کشورها حمله صورت گرفته، حق دیگه کشورها تلف شده، بالای دیگه انسانایی که از ملت‌های دیگه بودن بالایشان تجاوز صورت گرفته، ظلم صورت گرفته توسط ما رو رد میکنیم از ریشه. غلط بوده، اشتباه بوده. ما نباید از انسانایی باشیم که هر چیزی که غلط بوده از ما بوده درست است، اما هر چیزی که غلط بوده از دیگران بوده غلط است. این فکر خودش باطل است. شما هیچ وقت نمیتونین در مقابل غلط حرف بزنین، استاد شوین، اما وقتی خودتان طرفداری از غلط کنین. شما باید جایگاه خود را پاک و صاف و درست بسازین تا بتونین از جایگاه درست بتونین در مقابل یک کار غلط، فکر غلط، اندیشه غلط، حرکت غلط، صدای غلط صدا بلند کنین. و این بسیار مهم است، بسیار مهم است.
که باید درک کنیم این مسئله را. تاجیک عزیز، هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز معمای خدا چیست؟ در خلقت ما راز معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش. برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش. چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. شاید که بت در وسط ذهن من و توست. شاید که بت در وسط ذهن من و توست. باید بت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تنمان است، نزدیکتر از خون و رگ گردنمان است. ببین که شاعر چی میگه. میگه این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابه. فکر میکن خداوند از ما نمیپرسه که همسایه ما گرسنه بود، طفلای معصومش گرسنه بود، مادر پیر و زئیر و ضعیف گرسنه بود، پدر ضعیف و ریش سفید گرسنه بود، اما ما خوابیدیم با شکم سیر. این است دین خدا. این است با خداوند نزدیک شدن. این است خدمت کردن برای خدا. ما با صدها خانواده همزبان و تاجیک خود صحبت کردیم که گرسنه هستن، اما چی کنم که دستای من ضعیف است. یگانه چیزی که من کردم میتونم همراهشان همدردی کردم میتونم. حتی شما باور به خدا کنین که من وقتی غذا میخورم وجدان من راحت نمیگذاره. آیا میگم من میتونم که این غذا را بخورم؟ غذای خیلی تشریفاتی هم نیست. میدانم که انسان‌هایی در دنیا هست که هیچ چیز ندارن. آب برای نوشیدن ندارن، غذا برای خوردن ندارن. من با یک خانواده تاجیک در خراسان، در شمال خراسان صحبت کردم. گفت ما خاک میخوریم.
گفت ما کاغذ میخوریم. به گفته مولانای بزرگ، مولانا جلال الدین بلخی میگه هر که داناتر بود پردرتر، هر که ناگاتر بود هیچ درتر. برای من تنها مسئله ملت خودم مهم نیست. من حتی با کسایی که از هر ملت دیگه باشن، حتی کسایی باشن که برای کشتار ما آمده باشن، اگر در نیاز ببینمشان، در حالت بد ببینمشان، در شرایط ببینمشان که به کمک من نیاز دارن، وظیفه ما به صفت یک انسان، وظیفه ما به صفت یک تاجیک، یک پارس، کمک رساندن است. از مسائل شخصی میگذرم که اینا با ما چی کردن. اگر یک دشمنم زخمی است و داره خون ضایع میکنه، ما باید به او رسیدگی کنم. ایره انسانیت ما برای ما وظیفه میده. و شما وقتی برای انسانیت یک کار میکنین، شما دارین غیر مستقیم از خداوند اطاعت میکنین، خالقتان را دارین پرستش میکنین، چون به بندیش، به هست شدهش دارین محبت میکنین. چرا نمیدانین؟ چرا باریکی های مسئله را دارین نمیگیرین؟ چرا متوجه نیستین؟ چرا باید خانواده اسلام صدیقی همیشه فاش بخوره؟ به خاطر ازی که جرم ما چی است؟ جرم من تاجیک چی است که مادر من، خواهر من باید فاش داده شود؟ به خاطر ازی که ما به ملت خود میگم که ملت عزیزم، از مغزتان کار بگیرین، فکر کنین. وقتی برای شما کسی یک مسئله رو براتون پیش میکنه، ببینین، بخوانین، فکر کنین، بپرسین، بعد از او به نتیجه برسین که آیا قبول کنین یا رد کنین. به خاطر شناختی که دارین، به خاطر رابطه‌ای که دارین، به خاطر باوری که دارین، هر چیز را قبول نکنین، چشمایتان را پت نکنین. شما اگر چشمایتان را ببندین و بخواین را برین، با در و دیوار تصادف میکنین و امکان داره که خود را با خطر مواجه کنین و از بین برین، نابود شوین. هر کار زندگی همی است. مگر خداوند برای چی برای ما چشم داد؟ تا ببینیم. قلب انسان هم چشم داره. اگر قلبت باز بود، سوال پرسیدی، فکر کردی، فکرت باز بود، روشن بود، با چیز تصادف نمی کنی. انسان نمی کشی، ظلم نمی کنی، بیعدالتی نمی کنی، حق دیگران را نمی گیری، به ناموس دیگران با چشم بد تماشا نمی کنی. ناموس خود را احترام میکنی، بزرگ دیگران را احترام میکنی، ناموس دیگران را احترام میکنی، یک دوست خوب میشی، یک فرزند نیک میشی، یک همکار خوب و نیک و صادق و راستکار میشی و یک انسان خوب برای جامعه انسانی میشی. دیدگاه ما همی است. ما یگان چیز خاص از شما توقع نداریم. یگان چیز خاص از شما توقع نداریم تاجیکای عزیز. شما را شدیداً از دل و جان دوست دارم. هر کسی که باشین، در هر جایی که باشین، من شما رو صادقانه دوست دارم. صادقانه دوستتان دارم. صادقانه من شما رو دوست دارم.